اگه ماشین فقط یه وسیله رفت و اومده برات، این ویدیو مال تو نیست. ولی اگه یه موتور V8 خورش میکنه، قلب تندتر میزنه، جای درستی اومد. خوش اومدید به زدکار، جایی که عشق ماشین معنا پیدا میکنه. بچه‌ها باید دور بزنیم، اشتباه اومدیم. اینجا میخوای دور بزنی میری وسط خیابون، خیلی راحت، هیچکی هم نیست. یک دور خفن دور پلیسی میزنی. Hey man, how's it going? We're going to OC Auto Show. Yeah. Yes. بچه اینجا پارکینگه، الان 4 تا روزو جلدو میدم. از کجا باید بریم؟ باید بریم از پل بریم. نیکوتین. بچه ها همونطور که میبینید ما اومدیم نمایشگاه ماشین. توی نمایشگاه ماشین چه ماشینایی قراره ببینیم؟ علی جون شروع شد 350 الان خوبه یکی بیاد بگه نو کامرا. سری ماشینتون رو بریم آریا. آره پسر دارم اونجا گاز و گوز بازیه. سانتافه جدید رو ببین سانتافه خیلی زشته پسر. افتضاح. حالا جلوش خوبه باز. این هیوندا رو ببینی لامبو رو میزنه. لامبورگینی آووکادو رو میزنه. بچه‌ها ببینید For 60,000 آیکونیک پنجن. واو. بیایید ما هم بشینیم تو اینا دیگه. فرمونش چیز آیونیک سک. اینجا من یه توضیح بدم. حالا خودم اولین بارو. بسم الله الرحمن. ماشین به خاطر برقی بودن اینجا چیز نداره، کنسولش خالیه. شیشه‌هاش این وسط مثل L90. L90 پسر رخشو ببین. آره. بوق این الان این بوق میزنه. مانیتور یه تیکه. الان بوق نمیزنه. بوقشو قطع کردن. درایو مودش اینجاست و حالتهای مختلف بازم میده. دنده داره. دنده پشت فرمون داره. چراغ راهنما میزنه. راهنما. کولر. دندش اینه. دندش اینجاست. پنجرهش نیما با چی پنجرهش میره بالا؟ مثل L90 گفت. آره خوشگله توش. خودش خوشگله. خب قیمتش هم زده آجی اینجا. آره قیمتش هم 52 که. 52000. بیا توسان جدیدم نشون بدیم اینا. چقدر فرق میکنه. توسان جدید. زبون طراحی ماشینای جدید همشون اینجوری شده. یه دونه مانیتور یه تیکه. حالا بعضیاشون کرو، بعضیاشون صافه. که سرعت اینا اینجا نشون میده. دیجیتال اینجا یعنی میتونم بگم 90% ماشینا الان همین سی سی رو داره. حالا نیسان علی اینا اینجوریه، بی ام و من اینجوری. ولی توش قشنگه. خیلی قشنگه. این ماشین داغ تازه امساله. حافظه صندلیش اینجا خیلی عجیبه. دندهشو بیا نشون بده. نه. این دنده است بچه عزیز. چه بومه حاجی. اینجوری عوض میشه به خیلی باحاله. فلان. حاجی هیچ چی براش مهم نیست ما دوربین دستمونه. اینجا آمریکاست. پسر این اندازه میشه نشست توش. این گوشی‌ها که شارژر ندارن ماشینا هم زاپاس داره. الانترا جدید چقدر خوشگله. برو برای الانترا. بچه عزیز الانترا هم تقریبا دوباره همونه. صدا بارون. دندسته با خدر. خب دنده اینجوریه. و چه این چیه نمیدونم. صندلی جمع کن، سرد کن، آپشن فول همه چی. چه ماشینیه پسر. تست ماشینای 2024 حسن. بچه‌ها الانترا هستش، خیلی ماشین خوبه. الانترا بچه‌ها هستش. خیلی ماشین خوب، سر صدا عالی، مانیتور همه چی فول امکانات، بوق نداره. آقا بیا صندوقش هم نشون بدیم. اینم پشت ماشین. دکمش اینه برقیه. نیست برقی نیست. نیمه برقیه. چه صندوق گنده‌ای. وضوح که نگاه می‌کنی فکر کنی کوچولوئه ولی 4 تا جنازه راحت میتونی رو هم سوار بشی. خیلی عجیب بزرگه. سوناتا علی. بچه‌ها سوناتا بچه‌ها. همونطور که می‌بینید داخل بوقش یه دونه خط داره. من آقا هم ماشین ببین 1% سر نمیاد. بچه‌ها صندلی گرم کن، سرد کن، همه چی. خیلی ماشین تمیزی. واو شما ایرانی؟ قیافه‌شون به همه چی می‌خوره الا ایرانی. این برقیه یا بنزینیه؟ پلاگین هایبریده یا هایبرید؟ همین فقط هایبرید. فقط هایبرید. اون الانترا چی؟ اونم هایبرید. تو سامانه خیلی پرطرفدارن. تو سامانه. چه رخ عجیبی داره. خیلی کوچیکه صندوقش. خیلی رخ عجیبی داره. برای مثلا می‌خوای یه کمپ ریزی بری و اینا. پسر ونه. اینو بگی جی تی آر رو چی؟ بچه عزیز داخل اینم که می‌بینید همونه. ببین همون. یه دونه مانیتور، حالا مال این که دیگه مانیتور هم نیست، پلاستیک قابه. اینم بگیریم. کیاه نمیدونم چیه. بچه عزیز دوباره همونی که گفتم، یه دونه مانیتوره که کلا یه تیکه. What camera is that? Mirrorless? Sony? Sony. I haven't seen this one yet. Is it? What are you guys doing? YouTubers? Yeah. بچه‌ها این داداشمون رو برید فالو بکنید، کامنت قلب براش بذارید. The
dragon. Yeah, I'm dragon. Greek. I'm from Greece. Yeah, why not? I make Super Bowl commercials. Yeah, You like why the not? Super Bowl? Yeah, why not? علی جون بیا این سورنتو رو آقا این چه میگفت آخه بابا داشت بحثش حرف میزد دیگه بابا. گیمبا رو دیده بود. بیا بریم سراغ سر. منه من. چون میزن آخوری داره چرا صاف نیستی نیما خب صاف نیست مدلش این شیب داره چیزی الان نمیاد. چی میتونی بذاری اینجا الان هیچی بخوری اصولا. علی بس. علی بیا بیرون علی بیا بیرون علی. پسر توش واقعا خوشگله برو من این آقا، ماشینا رو خوشم اومد بریم بگیر. اسپورتیج جدیدم به ها؟ کیا سلتون ایران نیومده. بیا سلتون؟ از جلو بگیر. واه شروغاشو ببین خدایی عجیب طوریه. یکی از عجیب ترین ماشین‌های کیاست. بیا این از جلو بهت نشون ببین چقدر واو بدنش رپ نیست رنگش رپ چیه؟ برچسب ما فکر کردم موسیقی رو میگی رفت بچه دست میزنی انگار داری به مولا به چیز دست میزنی صندوقی با بذار صندوق بزنم ببندم نگاه کن طراحی چراغا رو کیا EV6 خب به خیلی خوشگله ببین چه صندلیایی این داره. ماشین واقعا خوشگل ترینه تا الان این دیدم. خوشگل ترین ماشین کیاست و جدیدترین خیلی خفنه. EV6 این هم همون زبان طراحی رو داره مانیتور یه تیکه تقریبا همشون یکی هم خیلی ماشینا شبیه به هم شدن اکثرا دنده پشت فرمون رو داره اتو پارک اتو هولد و صندلی گرم پشت اینم اسپورتیج بچه‌ها این آقایش فالوش کنید خب بالا بیا من داره عکس میگیره آقا این اسپورت جدیدا رو من بهتون نشون بدم این دوباره چقدر شبیه اودیوه مانیتور یه تیکه اینجا چوب اینا چه دنده. دیدیم فکر کنم نه نیما. اسپورتیج رو ندید دندش آخه همین شکلی بعد بود دو یکی دیو صندلی گرم کن سرد کن فرمون گرم کن اتو هولد اتو پارکس دوربین 360 شیب سنج حافظه صندلی ببین فقط کاری که نمیکنه اینه که واسه نمیرینه یعنی همه کاری میکنه ای داره گیم میزنه بچه‌ها نگاه کنین داره چه بازی میکنه این صندلی واکنش نشون میده بهش اون چیه یا علی مدد چیز هستی بچه‌ها موستانگ 5000 سی سی عدد جی تیه رو خوبی اوف بچه‌ها از این صندوق این فورد صندوقش زادار نیست ولی خوبه بد بعد این حساب خودش خوبه داداشمون فورد داداشمون فورد این برانکو بچه اونه کوچیک همونه برانکو ایوانکوویچ این چیه؟ فورد رپتور داخل فورد رپتور اینو بگی من برم توش بشینم چه خداییش رخ ورزشکاریه ها نگاه کن ببین. فرمون حیف اون بره ولی رخ قویه و فرمونم گندلی خیلی بعد دنده داره آره دیگه دنده داره داشبورتشو ببین چقدر بزرگه بعد ایناش هم بچه‌ها یه رخ کلاسیک و خیلی جیپتوری داره بنازم اینو خیلی خوشم اومد علی بیا حالا از عجایب ماشینای فورد F150 تمام برقی جلوش صندوق جلوه یعنی خالیه این جلوی ماشینه بچه موتورش کجاست میرشه نه موتورش وسطشه زیر میراست دنده این ماشین عین این فیلماست دکمه رو بزن اوف بابا بنازم دوباره دکمه رو بزن ماجیک دنده قیب شد تمام دیگه نه دیگه آقا بیا این برانکو رو بگیر ببین چه نازه طیف رنگ‌های نارنجی خیلی بهره برده و خیلی مسخره است صندلیاش این ماشین تاکسیه خیلی مسخره است این خیلی ببخشید با هم میاد تو واقعا ماشین خوشگلی نیست نارنجی اون تور از دندش این بلا رو چه سر آرم فورد آوردن بنزومیر فورد نداره اکسپدیشن بزرگترین فورد تولید شده در جهان روزی 2 تا دونه لنکروز میخوره بچه عزیز کوروت جدید 2025 یا مولا خیلی خفنه نیما ما بشینیم ما تو اینا یه عکسی بگیریم لکسوس LFA یکی از اسطوره های لکسوس در دنیا ماشین قدیمی اما داره اینجا اما یا مولا قلبم شروع به درد کرد چجوری این ماشین قدیمیه ولی اینقدر جدیده سر این کجاش قدیمیه این از فردای من به روز رسانی شده تره این آرمان لوفانسو اینو رو ببین اینو رو ببین این ماشین رو علی ماشین پولیس خوشگلن و برای $15 میارزه آره اگر اون ماشینی که من خوشه. بخوام داشته باشم میگیرم چی؟ خوشم ماشین‌های آمریکایی کلاسیکه الو سامان خودتی ما داریم میایم پیشتون کجا؟ ما داریم میایم LFA
سلام. های قوی ترین 4 سیلندر دنیا. چی میخوام تایپ بگم آر. من؟ از یه 4 سیلندر تا ناموس دست به بخار میکشه. قوی‌تر. نه این 4 سیلندر طبیعیه ماشین تو لاگین هایبریده و توربو هم داره. توربو داره دیگه ارسلان. چو خیلی تر و تمیز. خب توضیح بده این قرمزه چیه؟ موتوره؟ قرمز درب موتور. درد موتور. الفه رو دیدید اونجا؟ آره. ببین اون خدای ماشیناست. 20 سال پیشه پس چرا توش مثل ماشین نو بود. نه مثل ماشینای 2025 بود توش. مهندسی ژاپن. یعنی اون قدیم ساختن همین. آره بابا آپشناش مال صدای الانه. اگزوزش از فراری قشنگ‌تره در این حد بده. خیلی ماشین ما داریم خفنیه. چه زندگی میکنیم بدون اصلا ما زندگی نمی‌کنیم. زندگی ما رو بله. این هامر ایویه. هامر ایوی از اوناست که چرخاش اینجوری میشه مثلا خرچنگ‌های مسافر. یا مولا بچه ها تو برفاکن داره. کولر عقب داره مجزا. نه سقف و این سقف عالی کار شده. بچه ها با تست یک ماشین دیگه عکس کره زمین رو اسپیکر بچه ها میبینید فضای خوبی داره خوشگله زیباه مانیتور داره در حد مولا لمسی کولر مال ببین امرسان کولره همه جا تو خنک میکنه مال امرسان میزنه کولراش. این ماشین 4 تا چرخش کج میشه. نه این بری میشه مثل خرچنگ‌های مسافر راه میره. بشینی آره خانم پیاده شو من بشینم اول تا راه خدا. بعد تو من میشینم از من عکس بگیر علی کو رو علی ماشین کف زمینه. علی دنده رو ببین رخ قویه ها ببین خیلی خوبه. نه میخوام ببینم سقفش چجوری بسته میشه. فکر نکنم بسته بشه بریدن از اینجا نه بابا بریدن. اینه دیگه قیمتش چنده این؟ 124 بچه این یکی کرده علی موتور رو داشته باش. موتور 8 سیلندر بچه‌ها. یا علی واتا اینجا صندوقشه ها. همینقدر صندوق داره. ولی کلا اینقدر صندوق داره بچه به دری خلاص نمیکنه واه خوش اینا رو میشه روشن که از صداشو بشنویم کل نمایشگاه صدا ماشین میشه بچه ها همونطور که میبینید ماشین اینجاست ولی ما اینجاییم الان ما میریم اونجا والله شما هم با ما بیایید صندلی آبی. صندلی ها اینجا تو میتونی 5 کیلو تریاک بگیری نه 5.5 میگیری. توشو کاور بپوشونی دیگه کاور جا نمیشه بعد میپزه اونجا میبینی ماشین داره تریاک میکشه و بیا پایین دیگه فرو کن بیا برو علی برو خجالت نکش. Is it your turn? گفتم نپرس برو تو. ببین الان حالا که اینجوری شد باید با خاطر 4 نفرشون صبر کنیم ببینیم بی ام و چی زده بچه‌ها. آی4 بچه‌ها این ام سری 4 آره کلا 2 تا ماشین از بی ام اینجا نداره یعنی بچه اینجا عزیز ماشین من بچه عزیز صندوق من چرا با کردی؟ بچه‌ها اینجا 2 تا جایگاه خوب داره صندلیاش هم میخوابه. علی بیا سری 7 داداشمون سری 7. علی مانیتور سری 7 رو نگاه. بسر تو اینجا بیای پلی استیشن بند بزنی بچه‌ها اینا کمکمون کردن thanks for your help You're welcome. Have a ball. از این 2 تا بندی ها به ما دادن هممون بنتنیم بچه‌ها بریم تو ببینیم که کادیلاک سرمون میشه یا چی اینه Thank you Hi, how are you, sir? Best job in the world, right? بچه‌ها داریم تستروید میریم بچه‌ها چطوره؟ خوبه. آینه رو بگی آینه‌ش مانیتوره. پشما آماده اید بچه‌ها؟ 1 2 3 برو. بچه‌ها میخواد گاز بده ها پشما خیلی حال میدادی چرا گاز ندادی همون؟ بدم به من رکورد اینجا رو عوض کنم کلا. تو 1 ثانیه دور اینجا رو میزنه آها اینجا الان میخواد گاز بده بچه آماده؟ اوفی بگاز وای یاده بچه ها چطور بود؟ فقط حیف رانندم اون بیارزه بود. رانندمون بچه ها اینه الان می‌بینی مثلا راننده برمیگرده میگه Thank you You're welcome. Very suspicious smile. تو گفت یا به من؟ خیلی خوشگل میخندین جفتتون بچه عزیز خدا نگهدار. قراره بریم تو دیوار. من نمیرم به خدا. He's a
job there. You can go over اینو there. بگیر یه ماشین رو ببین ماشین رو خوبی Hello. We just came from Cadillac. Very boring drive. Oh, awesome, because we're way better than Cadillac. 579 horsepower. 500? 79. Yeah. 79? Yeah. And this makes a fake Oh my god! آجی ریدم به خودم اول بازی Oh my god! Oh my god! Oh my god! That's about. What do you guys think? Pretty cool? Cool little lyric? Oh yeah! 100% for sure! سجده کردم به قرآن. Right. Design is nice. What is this? Yeah, it's a gift for you. For Thank you so Visa. much. Oh, Thank you. You don't have more? Yeah, hold on. علی ببین چه لاتیشو پر کرده لاتیشو پر نکن علی لاتیشو پر نکن بارونیه ای حاجی کیف جدید پشمام کیف آقا کیف باشگاهمون هم جور شد بریم با شما قیافه این آینیت 5 رو ببینید از لامبورگینی تندتر میره 3.1 شتاب 0 تا 3 ثانیه صندلی‌ها شراق داره اونو پشت صندلی‌ها شراق داره صندلی‌ها اشتراق داره. چا کی اینجوری بهتون ماشین نشون داده بود ناموسن چقدر جادار پسر واه این نورا رو ببینا بچه عزیز علی کربه ما تا میایم اتو رو بگیریم یکی گریه میکنه بچه‌ها در کنار یکی از ماشین‌های خوب دنیا هستیم مرسی که ویدیوی ما رو دیدید لایک کنید سابسکرایب کنید داش بغلیمون داره میگه این چی داره میگه ویدیو بعدی زدگایزو سابسکرایب کنید سابسکرایب چنل همه کارا رو بکنید همه کارا رو بکنید قلبم گرفت الان مثل همیشه I am a window in the black Hello, how are you? I'm living on the moon. I'm calling from a telephone inside of a saloon. The only other person here left many years ago, and